نمیدونم از کجا شروع کنم. حالم اصلا خوب نیست. الان 4 ماهه که توی این اتاقک فلزی از انفرادی هم بدتره داریم زندگی میکنیم. دیگه از همه چی خسته شدم. از همه چیز. از اینکه شب و روز نداریم و هر لحظه ممکنه اتفاقی برامون بیفته و دیگه نباشیم. دلم واسه ساده ترین چیزا هم تنگ شده. واسه اینکه پامو روی زمین بذارم. واسه یه آب غذا خوردن ساده. دکتر صدامو داری؟ با من حتی واسه یه دستشویی رفتن ساده هم دلم تنگ شده. هر وقت از پنجره فضاپیما به زمین نگاه میکنم میفهمم چقدر دورم از خانوادم. ببین دکتر، میدونم مأموریتمون اینجا خیلی به آینده زمین و مردمش کمک میکنه، ولی من الان دلم پر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه خانوادم رو ببینم. وقتی میلیون‌ها کیلومتر از زمین دوری و هفته‌ها یا ماه‌ها است که خانوادت رو ندیدی، زیبایی فضا و کهکشان دیگه برات جذاب نیستن. فقط دوست داری پاتو روی زمین بذاری و بری در خونت رو باز کنی و خانوادت رو بغل کنی و دیگه هیچ وقت به فضا بر نگردی. اون موقع است که حتی یه قهوه تلخ شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه واسط. دقیقاً تو همین لحظه است که روانشناس فضایی شما میتونه بهت کمک بکنه تا بتونی ادامه سفر فضاییت رو بدون استرس بگذرونی. امروز میخوایم بریم در مورد یکی از ناشناخته ترین و در عین حال حیاتی ترین مشاغل دنیای فضانوردی صحبت کنیم. روانشناس فضانوردان. شغلی که شاید کمتر در موردش بدونیم، اما نقش خیلی مهمی در موفقیت مأموریت‌های فضایی داره. سلام، من امینم و شما به قسمت 3 پادکست رازان گوش میکنید. جایی که در هر قسمت پرده از مشاغل منحصر به فرد و داستانهای جذابشون برمیداریم و به دنیای قدم میذاریم که کمتر کسی در موردش میدونه. قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، از خودتون بپرسید اگه قرار بود چند ماه توی فضاپیما با چند نفر دیگه زندگی کنید، چقدر میتونستید تحمل کنید؟ چون اصلا راه برگشتی ندارید دیگه. و چه مشکلات روحی روانی ممکنه براتون پیش بیاد؟ روانشناسای فضایی کسایی هستند که به سلامت روان فضانوردا کمک میکنن، از قبل از مأموریت، در طول اون و حتی بعد از برگشتن به زمین. فضانوردی هم فراتر از تکنولوژی و مهارت‌های فنیه. اونا باید از نظر روحی روانی برای چالش‌های سفرهای فضایی آماده باشن. فضانوردا در فضا با مسائلی مثل انزوا، دوری و فشار کاری زیادی روبروان. حالا روانشناس فضایی به اونا کمک میکنه تا این شرایط رو مدیریت بکنن و از نظر روانی قوی‌تر بمونن. این تخصص شامل حوزه‌های مختلفی میشه، از مدیریت اضطراب و استرس گرفته تا مقابله با افسردگی و حفظ انگیزه در شرایط سخت. این متخصصا باید مهارت‌های ارتباطی قوی داشته باشن، چون که باید از راه دور و با استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی با فضانوردها در تماس باشن و علاوه بر اون هم انقدر حرفه‌ای باشن که بتونن سریع مشکلات روانی یه فضانورد رو از طریق تماس و از راه دور تشخیص بدن. حالا میتونه از طریق تحلیل لحن صدا، زبان بدن یا تغییرات رفتاریشون باشه و بعدش هم بتونن خیلی سریع راه حل اون مشکل رو ارائه بدن. برای اینکه این شغل رو بهتر بشناسیم، بهتر از زمان خیلی قدیم شروع کنیم. یعنی خیلی قبل‌تر از ناسا. سال 1915، زمانی که ناکا تأسیس شد. ناکا به طور عمده روی تحقیقات هواپیماها و تکنولوژی مربوط به اون متمرکز بود. اما با آغاز دوران رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی در دهه 1950 دولت آمریکا تصمیم گرفت که تمرکز بیشتری روی فضا و فناوری‌های مربوط به اون داشته باشه.
در این دوره اولین تلاشه فضایی تحت پروژه به نام پروژه ونگارد توسط ارتش نیروی دریایی آمریکا انجام شد. این پروژه با هدف پرتاب ماهواره‌های کوچک به مدار زمین اجرا شد. با این حال بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز اسپوتنیک توسط شوروی در سال 1957 آمریکا به این نتیجه رسید که برای رقابت فضایی نیاز به یه سازمان متمرکزتر و یه خورده جامع‌تری برای مأموریت‌های فضایی و تحقیقاتش داره. پس در نتیجه در سال 1958 به عنوان جایگزین ناسا تأسیس شد. تمام تحقیقات و دارایی‌ها و پرسنل ناکا هم به ناسا منتقل شدند. بعد از تأسیسش هم ناسا بدون وقفه روی برنامه‌های فضاییش متمرکز شد و از همون سال کار خودش رو شروع کرد. اولین برنامه فضایی ناسا هم به نام پروژه مرکوری در سال 1959 شروع شد که هدف اون ارسال انسان به فضا و برگردوندن اون به سلامت به زمین بود. داستان جایی جالب میشه که ناسا میخواست برای پروژه مرکوری فضانورد انتخاب کنه. اونا باید نه تنها از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روانی هم توانایی تحمل شرایط سخت و پیچیده رو داشته باشن. اینجا بود که برای اولین بار روانشناسان نقش کلیدی در ناسا ایفا کردند. اون زمان فضای سفرهای فضایی کاملا ناشناخته بود. یعنی کسی نمیدونست که آدما چجوری ممکنه که تو فضا بدون جاذبه توی شرایط محدود و انزوا واکنش نشون بدن. سوالشون هم این بود که آیا اصلا فضانوردا میتونن تو شرایط استرس‌زا و غیرقابل پیش‌بینی عملکرد خوبی داشته باشن؟ اینجا بود که روانشناسا وارد داستان شدن، اما فقط برای انتخاب فضانوردا. وقتی ناسا تصمیم گرفت که اولین گروه فضانوردا رو برای برنامه مرکوری انتخاب بکنه، روانشناسا اومدن یه سری آزمون‌های روانی و ارزیابی‌های رفتاری طراحی کردن. اولش هم صدها خلبان نیروی هوایی و دریایی به عنوان داوطلب ثبت نام کردند، اما تعداد زیادی از این داوطلب‌ها به دلایل جسمانی یا روانی غربال شدند. روانشناسا توی این مرحله آزمون‌های روانی پیچیده‌ای رو برای انتخاب فضانوردا طراحی کردند. یکی از آزمون‌هاشون هم این شکلی بود که داوطلب‌ها تو محیط شبیه سازی شده قرار می‌دادن. این محیط‌ها کوچیک و پر از عوامل استرس‌زا بودن تا ببینن داوطلب چجوری با این شرایط کنار میاد. یکی از داوطلب‌ها توی آزمایش با ساعت‌ها تنها موندن توی محفظه خیلی کوچیک مورد آزمایش قرار گرفت. و روانشناسا به طور دقیق رفتار اون رو زیر نظر داشتن تا مطمئن بشن که اون میتونه در شرایط مشابه فضا متمرکز باقی بمونه. علاوه بر این آزمون‌های استقامتی روانی هم برگزار شد. داوطلبا باید تحت شرایط استرس‌زا تصمیمات فوری میگرفتن. روانشناسا این تصمیمات رو تحلیل میکردن تا ببینن آیا فرد میتونه در شرایط پیچیده بدون کاهش توانایی ذهنی به سرعت تصمیمات درست بگیره یا نه. روانشناسا سابقه روانی داوطلبا رو هم چک می‌کردن. اونا مطمئن می‌شدن که افراد انتخابی نه تنها از لحاظ جسمانی قوی‌اند، بلکه از لحاظ عاطفی و روانی هم پایداری لازم رو دارن. این به معنای توانایی در مقابله با استرس‌های بلند مدت، کار کردن در محیط‌های بسته و تحمل شرایط انزوا بود. در نهایت با کمک روانشناسا 7 فضانورد برای پروژه مرکوری انتخاب شدند. همین افراد به عنوان اولین فضانوردان آمریکایی به فضا فرستاده شدند. از میان این فضانوردها آلن شپرد به عنوان اولین آمریکایی که به فضا سفر کرد و جان گلن به عنوان اولین آمریکایی که به دور زمین چرخید شناخته شدند. تا اینجا روانشناسا فقط برای انتخاب فضانوردا وارد می شدن. حالا چرا گفتن اصلا باید اینا بیان 24 ساعت کنار ما بشینن و به فضانوردا مشاوره بدن؟ چون مشخص شد که فقط آزمون‌های اولیه کافی نیست. تو مأموریت آپولو 7 در سال 1968 یه اتفاقی افتاد که نشون داد فضانوردا به حمایت روانی بیشتری نیاز دارن. آپولو 7 اولین پرواز سرنشیندار آپولو بود که 11 روز هم طول کشید و 3 فضانورد به نام‌های والتر شیرا،
دانی سل و والتر کانینگهام تو این مأموریت بودن. اولش همه چیز خوب بود، اما کم کم مشکلات شروع شد. فضانوردها شروع کردن به شکایت از سردردهای شدید و ناراحتی‌های جسمانی که واسهشون پیش می اومد. خب این طبیعیه دیگه. اما مشکل اینجا بود که این مسائل روی روحیه‌شون هم تأثیر گذاشت. شیرا که فرمانده مأموریت بود سرما خورد و این باعث شد که بد اخلاق بشه. تصور کنید 3 نفر رو که توی یه فضای کوچیک گیر افتادن، خستن، مریضن و نتیجه به نظرتون چی میشه؟ دعوا. فضانوردها شروع کردن به بحث و جدل و سرپیچی از دستورات مرکز کنترل مأموریت در زمین. این اولین بار بود که ناسا با همچین مشکلاتی روبرو میشد. اونا فهمیدن که فقط آماده کردن فضانوردها برای پرواز کافی نیست. باید فکری به حال سلامت روانشون در مأموریت هم میکردن. اما نقطه عطف واقعی تو تاریخ روانشناسی فضایی حادثه سالیوت 5 در سال 1976 بود. Coming up on the 10-second mark. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We have ignition. Commit liftoff. We have liftoff. Slowly. This is launch control. We have cleared the tower. Roger, tower clear. 5 seconds for that sound reaches. سالیوت 5 ایستگاه فضایی شوروی بود و 2 فضانورد به نامهای بوریس ولینوف و ویتالی ژولوبوف به این ایستگاه فرستاده شدند. ولینوف قبلا تجربه فضانوردی داشت، اما ژولوبوف اولین سفرش بود. اول مأموریت همه چیز عالی بود. فضانوردها مستقر شدن و شروع کردن به انجام آزمایشاشون. اما کم کم اوضاع عوض شد. ژولوبوف شروع کرد به نشون دادن علائم اضطراب و افسردگی. اون ساکت شده بود، نمیتونست تمرکز کنه و شبا نمیتونست بخوابه. ولینوف که فرمانده مأموریت بود، سعی میکرد باهاش حرف بزنه و تشویقش میکرد که ورزش کنه، اما بیفایده بود. کم کم ژولوبوف از انجام وظایفش سر باز زد، حتی از دستورات هم پیروی نمیکرد. باعث شد بین 2 فضانورد تنش ایجاد بشه و کل مأموریت به خطر بیفته. اوضاع انقدر بد شد که کنترل مأموریت در زمین تصمیم گرفت مأموریت رو زودتر تموم کنه. اما مشکلات تمام نشده بود. موقع برگشت به زمین، ژولوبوف دچار وحشت شدید شد و این باعث شد که عملیات بازگشت خیلی خطرناک بشه. این حادثه یه زنگ خطر بزرگ بود. همه فهمیدن که سلامت روان تو فضا چقدر مهمه. از اون به بعد، روانشناسی فضایی به یه رشته تخصصی تبدیل شد. برنامه‌های فضایی شوروی و ناسا شروع کردن به طراحی برنامه‌های ویژه برای حمایت روانی از فضانوردها. این برنامه‌ها شامل آماده‌سازی روانی قبل از پرواز، حمایت در طول مأموریت و مشاوره بعد از برگشت میشد. هدف اینا هم این بود که فضانوردها بتونن بهتر با استرس و تنهاییشون کنار بیان. با شروع مأموریت‌های طولانی‌تر تو دهه 1980 کار روانشناسا سخت‌تر شد. اونا باید راه‌هایی پیدا می‌کردن تا فضانوردها بتونن ماه‌ها دور از خانواده و توی فضای محدود زندگی بکنن. یکی از قهرمانای این داستان دکتر نیک کاناس از ناساست. اون سیستمی طراحی کرد که به فضانوردها اجازه میداد با خانواده‌هاشون در تماس باشن. همچنین برنامه‌های مفرح برای فضانوردها درست کرد تا روحیه‌شون رو حفظ کنن. حالا که در قرن 21 داریم به سفر مریخ فکر می‌کنیم، کار روانشناسی فضایی مهمتر شده. فکرشو بکنید چطور میشه چند سال توی فضاپیما زندگی کرد و سالم موند. این چالشه که روانشناسا باهاش درگیرن. جالبه بدونید که الان حتی تو دانشگاه‌ها هم میشه روانشناسی فضایی خوند. دانشگاهایی مثل هیوستون و پنسیلوانیا. حالا بذارید یه نگاهی به آینده بندازیم. میدونید که ناسا و دیگر آژانس‌های فضایی برنامه فرستادن انسان به مریخ دارن. این یعنی فضانوردها باید حداقل 2 سال از زمین دور باشن. حالا فکر کنید 2 سال توی یه فضاپیما با چند نفر دیگه بدون امکان خروج و بدون ارتباط مستقیم با زمین. خب این یه چالش خیلی بزرگه. اینجاست که روانشناسای فضایی دارن سخت کار میکنن تا راه حل‌های مختلفی پیدا بکنن. اونا در حال طراحی برنامه‌ای هستن که به فضانوردها کمک میکنه با شرایط سختی که اشاره شد کنار بیان.
مثلا دارن روی سیستم‌های واقعیت مجازی کار میکنن که فضانوردو حس کنن با خانواده‌شون هستن یا حتی روی زمین قدم میزنن. یه موضوع جالب دیگه اینه که روانشناسا دارن روی انتخاب ترکیب مناسب افراد کار میکنن. اونا میدونن وقتی که قرار چند نفر مدت زمان طولانی با هم دیگه زندگی بکنن، باید از نظر شخصیتی با هم سازگار باشن. در نتیجه آزمون‌هایی طراحی میکنن که نشون بده کدوم ترکیب از افراد میتونن بهتر با هم کنار بیان و کمتر دچار تنش بشن. خب تا اینجا فهمیدیم که نیاز به شغل روانشناس فضایی از کجا شکل گرفت و چی شد که دیگه به صورت دائمی وارد قضیه فضانوردی شدن. حالا در بخشه بعدی میریم از نگاه کسی که کارش اینه این شغل رو بررسی میکنیم، چون تا الان که داشتیم از دیدگاه فضانوردا به این قضیه نگاه میکردیم. فکرشو بکنین شما باید به کسی کمک کنین که هزاران کیلومتر ازتون دوره. یکی از بزرگترین چالشه این کار اینه که باید از راه دور خدمات ارائه بدین. شما نمیتونین فضانورد رو از نزدیک ببینید. پس باید مهارت‌های ارتباطی عالی داشته باشین. حتی از پشت تماس ویدیویی باید بتونین حال طرف رو بفهمین. یه چالش دیگه اینه که باید فضانوردا رو برای چیزی آماده کنین که هیچ کس تا حالا تجربهش نکرده. مثلا الان دارن برای سفر به مریخ برنامه‌ریزی میکنن. خب شما چطور یه فضانورد رو برای همچین سفری آماده میکنید وقتی کسی تا حالا اصلا همچین کاری رو نکرده؟ اینجاست که خلاقیت خیلی اهمیت پیدا میکنه. اما خب این شغل جنبه‌های جالبی هم داره. فکر کنید شما دارید رفتار انسان رو در عجیب‌ترین شرایط مطالعه میکنید. میتونید ببینید وقتی آدم‌ها تو فضا دور از خونه و تو خطرن چه رفتارایی نشون میدن. این اطلاعات خب میتونه به پیشرفت‌های بزرگی تو علم روانشناسی منجر بشه. یکی از بخش‌های جذاب طراحی راه‌حل‌های خلاقانه برای حفظ روحیه فضانورداست. مثلا میدونستین تو ایستگاه فضایی فضانوردا فیلم تماشا میکنن و موسیقی گوش میدن یا حتی بعضی جاها باغبونی هم میکنن. اینا همه ایده‌هایی بود که روانشناسا برای سرگرم کردن فضانوردا طراحی کردن. اما کار روانشناسی فضایی فقط با فضانوردا نیست. اونا با خانواده‌های فضانوردا هم کار میکنن. فکر کنید عزیزتون چند ماه یا چند سال قراره از زمین دور باشه. قطعاً کلی نگران دلتنگش میشید. روانشناسا به این خانواده‌ها کمک میکنن تا با این شرایط کنار بیان و حتی یادشون میدن که چطوری میتونن به عزیزشون که تو فضاست کمک بکنن. این شغل سختی‌های زیادی داره و فشار روانی توش بالاست. فکر کنید تصمیم‌های شما میتونه روی موفقیت یا شکستی مأموریت فضایی تأثیر بذاره. این مسئولیت سنگینیه که رو دوش روانشناسای فضاییه. در کل روانشناسی فضایی پر از چالش هیجانه. شما فکر میکنید میتونید از پس همچین کاری بر بیاید؟ حالا که با چالش‌های این حرفه آشنا شدیم، بیایم بریم سراغ چند تا داستان واقعی. این داستانا نشون میدن که روانشناسای فضایی در عمل چطور با مشکلات روبرو میشن و راه حل‌ها رو پیدا میکنن. اولین داستان ما مربوط میشه به دکتر بیونینگ، یکی از با تجربه ترین روانشناس‌ها. یه روز دکتر بیونینگ داشت با یکی از فضانوردا صحبت میکرد. این فضانورد میگفت همه چیز خوبه و مشکلی نیست. اما دکتر بیونینگ یه چیزی رو حس کرد. لحن صدا و نحوه حرف زدن فضانورد یه جوری بود که انگار یه چیزی درست نیست. دکتر بیونینگ که با تجربه بود فهمید باید بیشتر کنکاش کنه. پس شروع کرد به پرسیدن سوالهای دقیق‌تر. کم کم لایه‌های پنهان آشکار شدن. فضانورد دچار چیزی شده بود به نام سندرم فضایی. حالا سندرم فضایی چیه؟ این یه اصطلاح پزشکیه که به مجموعی از علائم جسمی و روانی اشاره داره که فضانوردا ممکنه در طول مأموریت تجربه کنن.
این علائم میتونه شامل سرگیجه، حالت تهوع، کم اشتهایی و همچنین مشکلات روانی مثل اضطراب و افسردگی و اختلال خواب باشه. در مورد این فضانورد علائم بیشتر روانی بودن. احساس دلتنگی شدید، بی‌حوصلگی و افسردگی. دکتر بیونینگ و تیمش دست به کار شدن. اونها یه برنامه‌ای طراحی کردن که شامل تمرینات ذهنی بود. این تمرین‌ها به فضانورد کمک می‌کرد تا با شرایط جدید کنار بیاد. علاوه بر اون، تعداد تماس‌های فضانورد با خانواده‌اش رو هم زیاد کردن. جالب اینجا بود که این تماس‌ها فقط درباره احوالپرسی ساده نبود. خانواده فضانورد رو تشویق کردن که از جزئیات زندگی روزمره‌شون بگن. از اینکه چه غذایی خوردن، هوا چطور بوده و چه فیلمی دیدن و اینجور چیزا. این جزئیات ساده کمک میکرد فضانورد حس کنه هنوز با زندگی زمینی ارتباط داره. با این تمرینات حال فضانورد بهتر شد. اون دوباره تونست با شرایط کنار بیاد و با انرژی بیشتری به کارش ادامه بده. این موفقیت نشون داد که چقدر مهمه روانشناسای فضایی بتونن از فاصله دور مشکلات رو تشخیص بدن و راه حلی واسش پیدا بکنن. حالا بذارید در مورد یه پدیده دیگه‌ای به اسم اثر نظرگاه یا overview effect صحبت بکنیم. این اصطلاح توسط فرانک وایت، یک نویسنده و فیلسوف مطرح شد. اثر نظرگاه به تغییر عمیق در دیدگاه فضانوردان بعد از دیدن زمین از فضا اشاره داره. وقتی فضانوردان از فضا به زمین نگاه میکنن، یه حس گیج کننده بهشون دست میده. اونا زمین رو به صورت یه گوی آبی شکننده میبینن و این میتونه دیدگاهشون رو نسبت به کل زندگی عوض بکنه. خیلی از فضانوردان گفتن که این تجربه باعث شده احساس مسئولیت بیشتری نسبت به محیط زیست پیدا بکنن. روانشناسای فضایی مثل دکتر نیکاناس روی این پدیده مطالعه کردن و سعی دارن از این تجربه برای کمک به فضانوردان در سازگاری بهتر با فضا استفاده کنن. البته این تجربه چالش برانگیزه چون فضانورد رو با مفاهیم فلسفی روبرو میکنه. کار روانشناسای فضایی هم اینه که کمک کنن فضانوردان این تجربه عمیق رو درک کنن و ازش به عنوان یه فرصت برای رشد استفاده کنن. حالا بریم سراغ یه داستان دیگه که نشون میده روانشناسای فضایی چطور برای مأموریت‌های آینده آماده میشن. این داستان مربوط میشه به دکتر کارتر که توی پروژه آرتمیس کار میکنه. میدونین پروژه آرتمیس چیه؟ هدفش اینه که دوباره انسان رو به ماه ببره، اما برای موندن. دکتر کارتر و تیمش یه چالش بزرگ دارن. باید فضانوردان رو برای زندگی طولانی مدت روی ماه آماده بکنن. فکرشو بکنین آدما قراره مدتی روی ماه زندگی بکنن. جایی که هیچ هوا و جاذبه‌ای نیست. و از پنجره که نگاه کنی فقط سیاهی فضا و سطح خاکستری ماه رو می‌بینی. دکتر کارتر یه ایده جالب داشت. استفاده از واقعیت مجازی. اونا سیستم‌های پیشرفته واقعیت مجازی رو طراحی کردن که میتونست محیط ماه رو با جزئیات شبیه سازی بکنه. فضانوردان تو این محیط قرار میگیرن تا از نظر روانی برای شرایط آماده بشن. یکی از فضانوردان که داشت توی محیط مجازی ماه قدم میزد، یهو دچار پنیک اتک میشه و میگفت احساس میکنه که لباسش داره خفش میکنه. دکتر کارتر اول از همه سعی کرد فضانورد رو آروم کنه. بهش یادآوری کرد که این فقط یه شبیه سازیه و هر لحظه که بخواد میتونه از اون خارج بشه. بعد به جای اینکه تمرین رو قطع بکنه، از خود واقعیت مجازی استفاده کرد تا به فضانورد کمک کنه به ترسش غلبه کنه. اونا یه سری تمرینات طراحی کردن که فضانورد میتونست با لباسهای فضایی مجازی انجام بده. همزمان محیط مجازی رو طوری تغییر دادن که حس امنیت به فضانورد بده. مثلا منظره زمین رو توی آسمون ماه بزرگتر کردن تا فضانورد حس کنه به خونه نزدیکتر شده. در این تجربه اون یاد گرفت که چطور با ترساش روبرو بشه و بهشون غلبه کنه. با تمرینات بیشتر این فضانورد به یکی از آرومترین و متمرکزترین اعضای این تیم تبدیل شد. این داستان نشون میده که چطور روانشناسای فضایی از تکنولوژی‌های جدید استفاده میکنن تا فضانوردان رو برای چالش‌های جدید آینده آماده بکنن و مهمتر از اون نشون میده که چطور یه تجربه ترسناک میتونه به یه فرصت یادگیری تبدیل بشه. پس ما فهمیدیم که کار یه روانشناس فضایی فقط نشستن توی دفتر نیست.
اونا باید خلاق باشن، از تکنولوژی استفاده کنن و آماده باشن با مشکلات غیرمنتظره روبرو بشن. روانشناسای فضایی قهرمانای پشت صحنه‌ای هستن که به فضانوردا کمک میکنن تا در شرایط سخت تعادل روانیشون رو حفظ کنن. با برنامه‌هایی مثل سفر به مریخ، نقش این روانشناسا مهمتر هم میشه. امیدوارم از این سفر به دنیای روانشناسی فضایی لذت برده باشید. دفعه بعد که خبری از یک مأموریت فضایی موفق شنیدید، یادتون باشه که بخشی از این موفقیت رو مدیون تلاش‌های روانشناسای فضایی هستین. اگر شما هم داستان‌ها یا تجربیاتی در مورد مشاغل عجیب غریب دارید، حتما با ما به اشتراک بذارید. و البته فراموش نکنید که قسمت‌های بعدی پادکست ما را هم دنبال کنید. تا قسمت بعدی کنجکاو بمونین و به دنیای اطرافتون با چشم‌های تازه‌تری نگاه کنید. شب و روزتون خوش.